یاران خوبم، درود بر شما. میگن یه آخوندی مست بود، بالای منبر گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه ان. یکی از اون پا منبر گفت حاج آقا حسن و حسین نیست، حسن و حسین، هر سه هم نیست، هر دو ان. دخترم نبودن، پسر بودن، پسر علی هم هستن، پسر مقاویه نیستن. حالا حکایت این شاهزاده عزیز گرامی جان دل خودمونه. من هی عهد میکنم راجع به ایشون چیزی نگم، ولی گاهی سوتیایی میدن که نمیشه ازش گذشت. خیلی جالبه، تاریخیه. این نمونه آخریشو بشنویم. Regime. Anybody who would stand against the regime from the very beginning would be subject to assassination. Other people were also lost. There are people who work with a former education minister of ours, Dr. Ganji, and his organization. We had Qasemlu, who was the leader of a Kurdish party, who was assassinated in Mykonos, which was a nightclub in Germany, and so on and so forth. If I'm not ایشون میفرمایند که رژیم در خارج از کشور دست به ترور مخالفین خودش زده، مثل آقای قاسملو که در نایت کلاب میکونوس در آلمان ترور کرد. اولا نایت کلاب میکونوس نیست و رستوران میکونوسه. میکونوس نایت کلاب نیست. رهبران سیاسی تو نایت کلاب نمیچرخن. نایت کلاب مال پولدارا و سرمایه‌دارا و آقازاده هایی مثل شماست که فرود فولادوند میگفت نمیتونستیم جمعش کنیم، پول میدادیم به این روزنامه ها که چیزی ننویسن. آمدیم بیرون، در همون آغاز اومدیم رفتیم قاهره، گفتیم بلکه با خاندان پادشاه نزدیک بشیم، با پادشاه نزدیک بشیم و حالا که خودش از بین رفته زیر بال پسرش رو بگیریم و کاری بکنیم به کشور برگردیم. ما دیدیم آقا 22 سال ما جنگیدیم، دیدیم این جنگ فایده نداره، اصلا اونا یه جای دیگه دارن میرن، اصلا ربطی به ایران نداره. از طرفی عشق بزرگ و مهر بزرگ من به خدمات پدر رضا شاه بزرگ و پادشاه فقید من رو نمیگذاشت که مونده بودم بر سر دورایی که با پسرش چه بکنیم. یک پسری که در هنگامی که کشور من داره بمباران میشه در دیسکوتک جکیز مصر، هر کس نمیخواد من پول بلیتشو میدم با من بیاد مصر. صدها شاهد برای این قضیه دارم. شب تا صبح، اون موقعی که شب تا صبح بمب روی سر ملت من میریخت و فرصت بود که ما کشور رو آزادش بکنیم، ایشون در دیسکوتک جکیز هتل هیلتون قاهره غیر میداد. من خب چقدر ما باج دادیم که اینا رو روزنامه‌های مصری ننویسن و 20-21 سال ما این قضیه رو تحمل کردیم، اما به یه مرحله رسید که آقا نمیشه دیگه. خب این اولیش. دوم این که توی رستوران میکونوس قاسملو ترور نشد، شرفکندی ترور شد. شرفکندی جانشین قاسملو بود. بعد از اینکه قاسملو ترور شد، شرفکندی جانشینش شد، تا اونجایی که من میدونم. جلسه مذاکره گذاشتن عوامل جمهوری اسلامی و اونجا بستنش به رگبار. این دوتا. قاسملو کجا کشته شد؟ اصلا تو آلمان کشته نشد. قاسملو تو وین اتریش ترور شد. توی رستوران و نایت کلاب هم نبود، توی یه خونه بود. این بی اطلاعی یک شاه بالقوه، شما فردا میخواید شاه بشید دیگه، حالا بعد از رهبر گذار شاه میشید، برنامه دارید. بی اطلاعی و بی سوادی خیلی بده. راجب پوریم یادتونه شما چی گفتید؟ من توی یکی از این گلواژه ها راجب پوریم و این بیانات شما صحبت کردم. جشن پوریم بر ملت اسرائیل
به همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می‌کنند خجسته باد می‌گویم. بله عزیز دل برادر، پوریم کتاب عهد عتیق و عهد جدید رو بخونید از منابع خود یهودیا. مربوط به دوره کوروش نیست، مربوط به دوره خشایاره، ربطی هم به آزادی ملت بنی اسرائیل نداره. اصلا اون چیزی که شما گفتید کلن نیست. شما که با اسرائیلیا روابطتون حسنه است، رفت آمد خانوادگی دارید، زیر پرچم اسرائیل میشینید، ذکر مصیبت و روزه ابا عبدالله الحسین برگزار میکنید. خانومتون پرچم اسرائیل دست میگیرن تو این تظاهرات، با افتخار اینجوری تکون میدن. تو تمام تظاهرات های طرفدارای شما پرچم اسرائیله. روابطتون خوبه. آقا بپرسید از یکی از این خاخاما این زنگ، آقا پوریم چی بود؟ حالا ممکنه یه عده بگن که شاه بی سواد باشه، چه اشکال داره؟ ما این همه شاه بی سواد داشتیم، مثلا همه شاههای ما عموما بی سواد بودن. بله شاههای ما سواد نداشتن، ولی هر کدوم یک وزیر دانا در کنارشون بود که شهرت اون وزیر کم از اون پادشاه نیست. از انوشیروان بگیرید تا نادرشاه بگیرید، تا پادشاهی صفویه بگیرید، تا سلطان محمود بگیرید. اصلا پدر بزرگ خود شما بی سواد بود دیگه، ولی آدمایی دور و برش بودن مثل فروغی، مثل تیمورتاش، مثل داور، که اینها دانای روزگار بودن، آدمای باسوادی بودن، مشاوره میدادن به شاه، طرح‌ها و برنامه‌هایی که داشتن به شاه میگفتن، شاه اجرا میکرد، یا شاه طرح‌ها و برنامه‌هاشو به اینها میگفت، اینها به صورت پخته به اجرا در می آوردن. شما قربونت برم کیو دور و بر خودت داری؟ یه مش بچه سپاهی و دفتر تحکیم وحدتی. هرچی آدم درست حسابی هم بود که از خودت تاروندی، همه‌شون شدن منتقد شما. این سوتیایی که میدید ما رو یاد یه قصه هایی میندازه. میگه یه بچه‌ای به معلمش گفت که آقا اجازه بگو، گفت اون کدوم امام بود که بالای منار شغال خوردش؟ گفت اولا امام نبود و یوسف پیامبر بود، بعدم بالای منار نبود و تایید شاه بود، بعدم شغال نبود و گرگ بود، بعدم اصلا نخوردش، تهمت بود. حالا این صحبت شما راجع به قاسملو، آقا بپرسید از 2 نفر، اصلا خودتون اهل مطالعه نیستید، وقت مطالعه ندارید، اصلا مشاوره احتیاج نداره، آقا بزنید تو گوگل میاد. الان اون دور زمونه ای نیست که دانش در اختیار یه عده خاص باشه. من سوتی های شما رو همه رو جمع آوری کردم، ولی هیچ وقت بهش نپرداختم. بخوام بهش بپردازم خودش اصلا سریال میشه. آخرش این فراخوانی که راجب 13 به در دادید خیلی جالبه. در پی تفرقه انگیزی رژیم، 13 به در را به جلوه دیگری از همبستگی ملی بدل خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی شما الان فراخوان دادید که مردم بیان بیرون. تو این سالهای 45 سالی که میگید دائم مشغول مبارزه بودید یه فراخوان ندادید. اون آبان که دوستانتون گفتن فراخوان بدید، چی گفتید؟ من شبخواز قهرمانی هستم، میبخشین الان از روز این که مزاحم بله شدم.
عرض کردم میخواستم عرض کنم حضور اعلیحضرت ما به زودی 7 آبان داریم. اگر اعلیحضرت یک پیامی بدن که ما بدونیم چی کار بکنیم، این خواهش از اعلیحضرت خواستم بکنم اگه امکان داره من میتونم بذارم روز 7 و این پیام رو پخش کنم. اگر اعلیحضرت موافقت. ببینید این حرکت های خودجوش درونی رو من هیچ گونه دخالتی درش نمی کنم و نخواهم کرد و این هر تصمیم باسی خودشون بتونن بگیرن و با هم هماهنگ بکنن. من در این مورد موضوعگیری خاصی نمی کنم. بله، پس اعلیحضرت به هیچ وجه نمیخوان یک پیامی داشته باشن؟ ببینید یک کار خودجوش افراد بذارید به اسم خودشون تموم بشه. چرا میخوان پای من رو بکشن این وسط؟ نه، به هر روی 7 آبان خوب بزرگداشت کوروش بزرگه. بسیار خوب، خیلی خوبه که دارن این تلاش رو میکنن. به من چیکار دارن؟ بله، به هر روی سپاس از اعلیحضرت. بدونید برای مسابقه بشیم بعد یه تلویزیون یه چیزی میگه، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه، آخر سرم تمام کاسیکوزا رو میخوان سر من بشورن. چرا اصلا میخوان پای من رو بکشن وسط؟ خب بکنن این کار رو، خیلی هم خوبه. اعلیحضرت به هر روی شما محبوب هستید و خب خیلی از جوونا به هر روی خب چه ربطی به موضوع داره دوست عزیز؟ خب دارن یه اقداماتی میکنن، خب بکنن، خیلی خوبه. بنده که معرف و محرک این اقدام که نیستم که بخوام به اسم خودم تمام بکنم. نه خب نه اما به هر روی شما سمبل یک جریاناتی هستین درون ایران که خیلی پیروی به اصطلاح فرمایشات اعلیحضرت هستن. خب اینو اگه عنایت بفرمایید اعلیحضرت و این یک پیام حتی خب خیلی هم کوتاه هم باشه که حالا نباید حتما شعاری باشه یا چیزی باشه، البته من این جسارت نمی کنم حضور اعلیحضرت، ولی یک پیام کوتاه که خب به هر روی این انتظار از اعلیحضرت دارن مردم ایران. خب مردم خیلی انتظارات دارن، این که دلیل نمیشه. حرکت‌های خودجوش مردمیه. به من چه مربوطه؟ چرا پای من میخواید بکشید وسط؟ بعد کاسکوزه‌هاش سر من میشکنه. من میخوام ببینم جنبش ژینا یک حرکت خودجوش مردمی نبود که شما بعد از 4 ماه که خواب بودید، شهریور شروع شد، دیما شما رو بیدار کردن، رضا پشت ایران یک خبرهای انقلاب شده. یه دویدید با اینترنشنال و منوتو و بی بی سی و اینور و اونور مصاحبه، آقا بیه به من وکالت بدید. و حرکت خودجوش مردمی نبود؟ آقا به شما ربط پیدا کرد؟ گن زدید توش خوابوندی؟ بعد تو سالگرد خیزش ژینا که همه حدس میزدن که مردم بیان بیرون، قاعدتا 1 سال از این جنبش گذشت، بعد خوابید، شما خوابوندیدش، حالا سالگرد مردم میان بیرون، شما فراخوان ندادید؟ اونجا چرا اون حرکت خودجوش مردمی نبود؟ برای چی فراخوان دادید؟ فراخوان دادید 2 نفرم تو خیابون نیومدن. از اون 80% که آقای مهدی نصیری میگه شما در ایران طرفدار دارید، 2 نفرم تو خیابون نیومدن. آقای پهلوی باز مثل پروژه وکالت یک کنفی رو کنفیه دیگه. بعد حالا 13 به در رو فراخوان دادید. آقا 13 به دری که مردم میان بیرون، چه شما بگی بیا، چه شما بگی نیا، چه رژیم بگه نیا، چه رژیم کاری نداشته باشه میگه میخواین بیاین، مردم کار خودشونو میکنن. شما فراخوان دادی 13 به در بیاین بیرون بزنیم تو دهنه رژیم. سوتیای آقای پهلوی 1-2 نیست. من اگه بخوام راجع به این مقوله فقط صحبت کنم سریال باید بسازم، ولی برای اینکه خیلی دست خالی هم مجلس رو ترک نکنیم 1-2 از معروفاشو ببینیم. خودم باشه. اون آخرین سال تحویلی که با مرحوم پدر بودید به یادتون میاد و میدونید اونجا چه گذشت، اون صحنه چگونه بود؟ اگر اشتباه نکنم همون تابستان 57 بود، یعنی درست روز. بله شنیدید میگن مثلا محرم افتاده بود توی عید یا ماه رمضان افتاده بود تو تابستون
زمان شاه انقدر آزادی وجود داشت که عید نوروز گاهی میافتاد توی تابستون. مثلا چیز عجیب و بعیدی نیست. یا این یکی از اون زمان نزدیک 39 سال میگذره. من اون موقع 20 سال سن داشتم با تجربه بسیار کم. امروز 57 سالم. بله اون زمان ریاضیات اصلا جور دیگری بود. دو تا مطلقاً 4 تا نبود. اگر 2 تا 4 تا بود انقلاب نمیشد. اینجوری بود که اونجوری شد. تا گلواژه دیگه بدرود. پاینده ایران. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می‌کنید.